با سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز در هر جایی که هستید. امیدوار هستم که خوش و صحتمند باشید. شما را به چینل افغان زوم خوش آمدید میگویم و امروز میخواهم 5 افغان را به شما معرفی کنم که چهره هایشان شبیه مشهورترین انسان های تاریخ می باشد. شما عکس آقای کرزی را میبینید که چهرهش تقریبا شبیه بن کینگسلی، هنرپیشه هالیوود که در فیلم وار میچین نقش آقای کرزی را بازی کرده است. شماره 6 در اینجا شما عکس این هموطن افغان ما را میبینید که چهرهش شبیه جاسون استاتم، هنرپیشه سینمای هالیوود می باشد. شماره 5 طوری که این تصویر را میبینید، در طرف راست تصویر آقای براد پیت، یکی از مشهورترین ستاره های هالیوود یعنی سینمای آمریکا می باشد و تصویر طرف چپ یک مرد افغان است که چهرهش دقیقاً شبیه آقای براد پیت می باشد. هنوز معلوم نیست که این عکس مرد افغان در کجا و چه وقت گرفته شده است، اما اخیراً در اینترنت بخصوص در توییتر این عکس غوغا برپا کرده است. امیدوارم که هویت این هموطن ما معلوم شده تا اینکه بتونه از طریق چهرهش نقش دوم آقای براد پیت را در سینما بازی کند. شماره 4 آریان خان. آریان خان یک آوازخوان و یک هنرپیشه فیلم نیز می باشد. او به عنوان مجری تلویزیون نیز کار کرده است، طوری که در سال 2008 برنامه میلیونر را در یک از تلویزیون های خصوصی پیش می بود. چهره آریان خان نیز تقریبا مشابه شاهرخ خان، هنرپیشه معروف بالیوود یعنی سینمای هندوستان است. شماره 3 نجم خان. نجم خان یک هنرپیشه 23 ساله افغان است که در کابل متولد شده، اما وی به سبب جنگ های داخلی به پاکستان مهاجرت میکنه و در اسلام آباد پاکستان زندگی میکرد. اما وقتی دوستانش به وی میگوید که چهرهش شبیه سلمان خان، هنرپیشه معروف هند است، سپس وی به هندوستان می رود. نجم خان در فیلم بجران بایجان نقش نوجوانی سلمان خان را بازی کرده است. شماره 2 عباس علیزاده یا بروسلی افغان. عباس علیزاده یک جوان رزمیکار در رشته های کنگفو و ووشو است. رسانه های اجتماعی و مردم افغانستان و جهان او را به خاطر شباهت ظاهریش به بروسلی، هنرپیشه و رزمیکار افسانه‌ای جهان، او را به بروسلی افغانستان میشناسد. عباس علیزاده آرزو دارد که یک روز بتواند در سینمای هالیوود نقش بازی کند. عباس علیزاده تا هنوز به کشورهای مختلف جهان سفر کرده است و در بعضی از فیلم ها که تا هنوز در بازار عرضه نشده است نقش بازی کرده است. و شماره 1 پسر افغان یا ترامپ پاکستانی. اخیراً رسانه های پاکستانی ادعا کردند که این پسر کوچک افغان که شباهت زیاد به ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارد، این تصویر را مربوط دوران خردسالی آقای ترامپ معرفی کند که در پاکستان متولد شده است. اما این ادعای پاکستانی ها دروغ برآمد و این عکس در سال 2009 در یک از ولایت های جنوبی افغانستان توسط یک عکاس افغان به نام مسعود حسینی گرفته شده است که تا هنوز هویت این طفل نیز مشخص نشده است. با تشکر و سپاس از همه شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما بوده اید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. به امید روزی که در وطن عزیز ما افغانستان صلح بیاید و ما هم یک خوشی واقعی را تجربه کنیم و شاهد پیشرفت افغانستان باشیم. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند کریم می سپارم.